سلام به شما. امروز میخوایم نگاهی داشته باشیم به دیدگاه‌های کرک همیلتون پارکر. سلام، بله. ایشون یه مدیوم و پیشگوی بریتانیاییه که در مورد آینده ایران و صلح تو منطقه صحبت کرده. دقیقاً. منبعمون هم یه ویدیو از کانال یوتیوب خودشه. خب تو این ویدیو تحلیل‌ها و پیش‌بینیاش رو میگه. جالبه که از منظر یه فردیه که به نیروهای فراتبیعی اعتقاد داره، نگاهش با تحلیل‌های معمول فرق میکنه. همینطوره. میخوایم ببینیم چه نکات کلیدی میشه از این تحلیل غیر معمول بیرون کشید. پیشبینیاش در مورد درگیری‌ها، عوامل داخلی، خارجی، احتمال تغییر رژیم. بله. ببینیم این نگاه متفاوت چه بینشی به ما میده. شاید لایه‌های دیگه‌ای رو نشون بده. خب اولین نکته‌ای که مطرح میکنه اینه که صلح پایدار تو کوتاه مدت رو خیلی محتمل نمیدونه. آها. حرفش اینه که حتی اگه توافقی هم بشه، باز یه سری عوامل هستن، مثل حملات نیروهای نیابتی، یعنی همین گروه‌ها، حزب الله، حماس، حوثی‌ها. که خب به گفته این منبع ایران اینها رو مسلح کرده. دقیقاً. و اینا جلوی آتش‌بس کامل رو میگیرن. انگار کنترلشون هم ساده نیست. درسته، و از اون طرف هم به انگیزه‌های اسرائیل اشاره میکنه. چی میگه؟ میگه اسرائیل هم ممکنه دنبال بهانه باشه برای ادامه حملات تا به اهدافش برسه. شاید با این فکر که کار رو یکسره کنه. و نگرانی‌های دیگه‌ای هم هست، مثلا در مورد برنامه هسته‌ای ایران. آهان، بحث مواد هسته‌ای و اینا؟ بله، که ممکنه مواد هسته‌ای جابجا شده باشن و پیشبینی میکنه حملات برای پیدا کردنشون ادامه پیدا میکنه. اینجا دیگه خیلی مشخص‌تر میشه پیشبینیاش. از تشدید درگیری‌ها حرف میزنه. بله، احتمال داره پالایشگاه‌های نفت ایران هدف قرار بگیرن که خب این میتونه روی اقتصاد چین هم اثر بذاره، چون نفت ایران زیاد میره اونجا. نکته مهمیه. و حتی میگه ممکنه به یه ناو هواپیماور آمریکایی حمله بشه. این خیلی دیگه حساسه. واقعاً خیلی ادعای بزرگیه. و جالبه که اینا رو به جنگ اوکراین هم ربط میده. میگه شاید پوتین از این که حواس آمریکا پرته استفاده کنه. بله، تصویر نگران کننده ای رو خب ترسیم میکنه این پیشبینی ها. اما از دید این منبع، یعنی همیلتون پارکر، مشکل اصلی برای صلح کجاست؟ ریشه مشکل رو توی اهداف خود رژیم ایران میبینه. یعنی چی؟ چه اهدافی؟ ببین، ادعاش اینه که اهداف جمهوری اسلامی شامل صدور انقلاب اسلامیه. یعنی تلاش برای گسترش ایدئولوژیشون تو کشورهای دیگه با ایجاد ناآرامی یا حمایت از گروه‌های همسو. که خب این یعنی ادامه تنش‌ها. دقیقاً. و چیزای دیگه مثل حمایت از به قول خودش ترور و تلاش برای گسترش قوانین شریعت در سطح جهانی. از نگاه اون با این اهداف صلح واقعی ممکن نیست. مگر اینکه چی؟ مگر اینکه یه تغییر اساسی تو خود سیستم اتفاق بیفته، ماهیتش عوض بشه. پس تو وقتی این اهداف هست، تنش هم هست. اما یه کورسوی امیدی هم میبینه انگار. آره، جالبه. به تاریخ و تمدن ایران اشاره میکنه. میگه این پشتوانه فرهنگی یه پتانسیل دیگه است. درسته. و از طرفی به نارضایتی‌های داخلی، مخصوصاً بین جوونا و زنا، بعد از اعتراضات اخیر اشاره داره. معتقد تغییر میتونه از درون اتفاق بیفته. پس امیدش به خود مردم بیشتر. بله، نیروی اصلی تغییر رو تو جامعه ایران میبینه. و یه نکته خیلی کلیدی تو تحلیلش هست. چی؟ تأکیدش روی نقش احتمالی رضا پهلوی، پسر شاه سابقه. آها. معتقد پهلوی میتونه یه نماد باشه برای تغییر. برای اون ایرانی هایی که دنبال دموکراسی هستن میتونه متحدشون کنه. یعنی یه جور نقش نمادین. دقیقاً. حتی پیش بینی میکنه که بلافاصله به ایران برمیگرده. حالا کی معلوم نیست، ولی میگه این برگشت میتونه بخشی از مسیر صلح و دموکراسی باشه. جالب بود. حتی بحث پرچم جدید رو هم میگه به عنوان نماد یه دوران جدید. بله. پس جمع‌بندی این تحلیل، حالا فارغ از اون بخشای پیشبینی و فراتبیعیش، اینه که پتانسیل واقعی ایران توی مردم و فرهنگشه. درسته.
و اگه یه تغییر بنیادین رخ بده، ایران میتونه به جای درگیری‌های منطقه‌ای روی پیشرفت داخلی تمرکز کنه و یه کشور مدرن و صلحجو بشه. خب این تحلیل سواله مهمی رو هم ایجاد میکنه. دقیقاً. این نگاه، حالا هر چقدر هم که به جنبه‌های فراتبیعیش باور داشته باشیم یا نه، یه سوال مهم رو برای شما پیش میاره. آیا واقعاً تغییرات داخلی تو ایران که از دل نارضایتی‌های اجتماعی و فرهنگی میاد بیرون، میتونه عامل تعیین کننده تری برای آینده کشور باشه تا مثلاً فشارهای خارجی یا معادلات منطقه‌ای؟ و یه سوال دیگه برای فکر کردن شما، نقش نمادات چیه؟ یعنی شخصیت‌های مرتبط با گذشته مثل همین پسر شاه سابق توی شکل دادن به آینده سیاسی کشور چقدر میتونن نقش داشته باشن؟ آیا این نمادها ورای پیشبینی‌های خاص میتونن تو شرایط گذار واقعا نقشی تو اتحاد یا الهام بخشی ایفا کنن؟ تا بررسی بعدی فرصت خوبیه که به این پرسش‌ها فکر کنید.